توی شب سرد زمستونی توی خونه‌ای توی بوفالو یک بچه کوچیک گوشه اتاق گز کرده بود. از ترس پدرش گاگینز، بچه‌ای با دلی پر از ترس، ذهن پر از اضطراب، به آینده‌ای پر از درد. در مدرسه با نژاد پرستی خشونت طرف شد و چال کن زبان اضطراب اجتماعی و اعتماد نفس صفر نمره‌های پایین. و امید پاینتر در 24 سالگی 135 کیلو وزن داشت. کارش سمپاشی سوس بود و بدون هدفی، نه انگیزه‌ای، فقط زنده بودن، نه زندگی کردن. تا اینکه یک شب پای تلویزیون نشست و یه مستند دید که زندگیش رو برای همیشه تغییر. با تصمیم گرفت که عضو نیروی دریایی بشه. مردم خندیدن، دکترها گفتن نمیتونی، ولی اون با خودش یک قرار گذاشت: 3 ماه روزی 3 بار تمرین خواب، کم در دوز یاددلی، هدف واضح، از یک جسم شکسته یک ذهن شکست ناپذیر ساخت. توازن هفته سخت. بار اول شکست خورد، بار دوم شکست خوردلی، بارسوم ایستاد، تحمل کرد، پیروز شد و به تنها انسانی تبدیل شد که همزمان 3 دور نیروی دریایی را تمام کرد. اما دیوید متوقف نشد. 100 مایل، 200 مایل با زانوی شکست دوید، چون فهمیده بود قدرت واقعی اینجاست. اینجا توی ذهن. حرفش رو نوشت، داستانش رو گفت و میلیون ها نفر باهاش همراه شدن، چون گاگین ثابت کرد هیچ کس نمیتواند محدودت کند جز خودت. به قول گاگینز، وقتی فکر میکنی دیگه نمیتونی، تازه رسیدی به نصف توانت.